سلام دوستان، با کانال نکاتاب خوش آمدید. چرا باید به شترهای مرده نزدیک نشویم؟ این را همه صحرانشینان میدانند. آیا به آن خاطر است که شترهای مرده بوی میکنند؟ نه، بلکه در اینجا مسئله مرگ و زندگی انسان در میان است. باید بدانید که مرده شترها در بیابان خطری خیلی جدی است و مثل بمب بیولوژی عمل میکنند. در این برنامه میفهمیم که چقدر مرده شترها به بمب تبدیل می شود و برای انسان خطرناک خواهد بود. پس تا آخر این برنامه با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. باید گفت که شترها نه تنها بعد مرگشان خطر به حساب می روند، بلکه در وقت زنده بودنشان هم خطرناک بوده می توانند. ما در مورد حیوان‌های صحبت کرده ایستادیم که وزن آنها گاه به 1000 کیلوگرم هم میرسد و اگر آنها از کنترل برآیند همه چیز را زیر پا خواهند کرد. این مسئله را صحرانشینانی که کوشش میکنند شترهایشان را در بازار فروشند خیلی خوب میدانند. در این صحنه داد و فریاد آدمان شتر را عصبی کرده از کنترل میبراید و عکس‌العمل خیلی بدی را نشان میدهد. برای آنکه پیش راه حرکت‌های وحشیانه شتر را گیرند، آدمان از چند طرف با ریسمان شتر را بسته کوشش میکنند که او را کنترل کنند. مثل دیگر حیوانات، شترها هم وقتی که عصبی میشوند حمله میکنند. آنها دندانهای با قوت دارند که با واسطه این دندانها گردن رقیب را گرفته در یک لحظه او را به زمین میزنند. هرچند که گاو و گوسفند در برابر این حیوانی قدرتمند مقاومت کردن نمیتوانند. اگر این شترها در دهه زندگی کنند، با گاوهای قدرتمند مبارزه بردن نبرد به آخری را سر میکنند. و اما نبردی بین اسب و شتر که قدرت هر دویشان یک است خیلی ترسناک و در عین حال تماشاباب می باشد. با آنکه اسبها با پاهای پیششان در برابر دشمن مقابله می کنند، اما شترها هم از آنها کمیه ندارند. در این صحنه اسب و شتر کوشش دارند که دم همدیگر را با دندان گیرند. دشت و بیابان‌های آفریقا و خاورمیانه اساساً با گله شترهایش دیده می شود. این حیوان‌ها نه تنها خیلی با قوت هستند، بلکه حیوان خانگی برای صاحبانشان به حساب می روند که با واسطه آنها فایده بیشماری را به دست می آورند. رابطه شترها با انسان‌ها اساساً خوب است. کدام حیوان می تواند که قریب نصف وزن بدنش را تا فاصله دور جابجا کند؟ میگویند که در گذشته کاروان‌ها از 12,000 شتر عبارت بودند. حالا تصور کنید که این شترها چقدر بار را از یک مکان به مکان دیگر انتقال می‌دادند. اما با وجود فایده زیادش از این حیوان‌ها باید احتیاط شد، چون که آنها کفیده می‌توانند. درباره این موضوع در آخر برنامه به شما خواهم گفت. در نگاه اول به نظر می رسد که این حیوانات سرعت کمی دارند، اما چنین نیست. این حیوانات قدرتمند در بیابان تا 60 کیلومتر در ساعت می توانند حرکت کنند. معمولا عرب ها مسابقه شتر سواری را به راه انداخته از این مسابقه ها خیلی لذت می برند. ثروتمندان و آدمان قدرتمند به تماشا نشسته تا صدها هزار دلار را شرط بندی می کنند. حالا به این حقیقت عجیب توجه کنید. شترها در یک روز تا 40 کیلوگرم خوراک میخورند، اما برعکس این آنها میتوانند مدت یک ماه به خوراک زنده بمانند. این حیوانات شگفت‌انگیز در پیشرفت تمدن بشریت نقش مهمی را باختند. اقتصاد کشورهای گوناگون از همین حیوانات وابسته بوده است. شاید شما ندانید، اما شترها با 4 پا میتوانند که به دشمن حمله کنند و در هر حالت خودشان را محافظت کرده میتوانند. شما میدانید که شترها بیشتری عمرشان را در زیر نور آفتاب میگذرانند و همین خاطر مویهای آنها در حرارت 70 درجه سانتیگراد آتش میگیرد. بعضی از عرب‌ها به شترهای خود مار را میخورانند، چون که آنها از وجود باکتریاها و پارازیت‌ها در روده‌هایشان رنج میکشند. هرچند که خوردن مار در نظر ما عجیب میتابد، اما آنها میگویند که این مارها درد و رنج شترها را میگیرند. خاک و خم موجود در بیابان‌ها خیلی گرم بوده میتواند، اما این شترها این فاصله دور را در این خاک و خم گرم چخیل میگذرانند. در پایهای شترها بالشتک‌های موجود است که تأثیر گرما را فیلتر کرده آن را به پای شتر نمیرسانند. در بعضی از کشورهای جهان شترها بارهای زیادی را انتقال می‌دهند و بعضاً وزن این بارها با وزن خود شتر برابر بوده می‌تواند.
شترها نسبت به خشکی و بیابی خیلی طاقت میکنند. حتی بعضا از بیاب شدن بدنشان 30% وزن آنها کاهش مییابد. این اندازه کم شدن آبی بدن در دیگر حیوانها و یا حتی انسانها سبب مرگشان شده میتواند. جالبش این است که شترها این مقدار کم شده آب بدنشان را طول چند دقیقه به معیار درآورده میتوانند. مبادله آب در بدن شترها خیلی کم صورت میگیرد و آنها میتوانند آب و نمک را از روده هایشان جذب کرده توسط گرده هایشان آن را برآورند. آنها برای پایان فراوردن حرارت بدنشان به عرق کردن نیازی ندارند. به همین خاطر آب را در درون بدنشان نگاه میدارند. شترها حرارت بدنشان را از 34 درجه سانتیگراد تا 40 درجه تغییر میدهند و آنها از گرمی روز استفاده کرده بدنشان را در شب گرم نگاه میدارند. آنها روزانه مسافه‌های خیلی طولانی را می‌پیمایند و در زمین‌های ناهموار و حتی در کوهستان‌ها راه گشته می‌توانند. به همین خاطر عرب‌ها به شترها نام کشتی بیابان را گذاشتند. این حیوان‌ها در فصل‌های گرم سال از 10 تا 20 روز طاقت گشنگی و تشنگی را دارند. دیگر حیوان‌ها طوری هستند که از بعضیشان گوشت و شیر می‌گیرند، از بعضی دیگر برای بار بردن استفاده می‌برند، بعضی دیگر را برای فروختن و فایده آوردن. اما شترها حیوان‌هایی هستند که هم از گوشت و هم از شیرشان استفاده می‌برند، هنگام بار بردن از آنها استفاده می‌کنند و اینچنین فایده زیادی از آنها می‌گیرند. شترها نیرومندترین و قدرتمندترین حیوان‌های اهلی هستند که می‌توانند بار زیادی را با خود حمل کنند. وقتی که در حالت خواب است و در پشتش بار وزنی را گذارند، با یک حرکت از جا می‌خیزد. این در حالی است که دیگر حیوان‌ها چنین قدرت را ندارند. این حیوان‌ها را برای کشاندن بار حتی تا نیم تانه استفاده می‌برند. شترها به طور پادگی زندگی می‌کنند. از سببی که کلان‌ترین حیوان بیابان هستند، دشمنی ندارند. به همین خاطر جنگ و نبرد کلان در بین شترهای نر روی می‌دهد که آنها کوشش می‌کنند رقیب خود را به زمین زنند. شما درباره کوهان شترها چی می‌دانید؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند که کوهان محل ذخیره آب در بدن شتر است، اما چنین نیست. کوهان‌ها محل ذخیره چربی و ماده‌های غذایی بدن شتر می‌باشند. جالب است بدانید که در وقت گرسنه ماندن و یا بی‌قوت شدن شترها، چربی‌های کوهانی آنها به حالت انرژی تبدیل می‌شود. انرژی خیلی زیاد تولید می‌شود و از ریاکسیای بین این انرژی با اکسیژن هوا حتی آب هم حاصل می‌شود. چربی‌های موجود در کوهان شتر به آنها اجازه می‌دهد که به مدت 1 هفته به آب و مدت 1 ماه به خوراک گردند. اما چرا در بیابان به مرده شتر نزدیک شدن ممکن نیست؟ اساساً در روده شترها باکتریاهای خطرناکی زندگی می‌کنند. بعد مرگ این حیوان، باکتریاهای روده او از کنترل می‌برند. این باکتریاها عضوهای داخلی بدن شتر را از بین می‌برند و در قدم نوبتی آنها باید پوست را سوراخ کرده به بیرون برآیند. در اینجا ببینید که چقدر پوست شکم شتر ورم کرده است. باکتریاها مثل دیگر حیوانات روی زمین برای زندگی کردن با اکسیژن نیاز دارند، اما برای ادامه حیات و تولید کردن انرژی از گاز متن استفاده می‌برند. شاید بدانید که گاز متن خیلی خطرناک است و می‌کفد. به همین خاطر بدن شتر خیلی ورم کرده و مثل بمب می‌ترکد. اگر کسی به جسد شترها دست زند، یک انفجار حقیقی روی می‌دهد. و البته این سخنها شوخی نیستند. بدن شتر با سرعت بلند به یک بمب بیولوژی تبدیل می شود. اگرچه این انفجار به مثل دیگر انفجارها آتش تولید نمی کند، اما به انسان ضرر رسانده می تواند. حتی استخوان‌های بدن این شتر می توانند خطرناک باشند و به هر طرف پریده به آدم آسیب زنند. البته باید یادآوری کنیم که نه تنها شترها بعد مرگ خطرناک می شوند، بلکه همین قصه درباره اسب‌ها هم راست می آید. هر اندازه که شکم حیوان کلانتر باشد، به همان اندازه قدرت کفیدن آن بلندتر است. تشکر که تا آخر برنامه با ما بوده. برای بخبر نماندن از برنامه‌های نوبتی ما به کانال ابونه شوید.